برای ثبت راجستر نمودن یوزر فایلینگ در بعد سایت خود فایلینگ میریم ards.ard.gov.af. این صفحه عمومی است. یوزر پاسورد میخوای ما خود راجستر میکنیم. پایین رجیستر از نیو یوزر است. رجیستر از نیو یوزر کلیک میکنیم. اینجا نمبر تشخیصی رو میخوای، نمبر تشخیصی خود وارد میکنیم. نمبر تشخیصی که در رقمی باشه رو وارد میکنیم. اینجا ما هم یک نمبر تشخیصی رندوم میگیریم وارد میکنیم تا این مراحلی که یک شرکت ثبت راجستر سیستم فایلینگ میشه، سیستم یوزرنامه های الکترونیکی میشه. مراحلش شما بتونید که به تنهایی خودتان نیره ثبت راجستر بکنین. در پایین همون نام مالی دهنده که رئیس سازی است او را میرسانیم در اینجا. همون نام شرکت یا نام فرد میباشه، نام شرکت فرق نمیکنه، هر چیزی که نشته بکنین. در پایین نمبر تذکره رئیس باشه او را میرسانیم. در پایین اسمش میرسانیم، اسم کسی که مالیه میپردازه. مثلا نشته میکنیم محمد طاهر. در پایین تخلصش نشته میکنیم احمدی. و در اینجا یک نقطه است که امو ایمیل ادرس که ما در سیستم سکتا در سیستم مالیاتی ثبت کرده ایم این را در اینجا نشته میکنیم، در اینجا میرسانیم. بدون از او مراحل پیش نمیره، ثبت نمیشه، شرکت شما ثبت نمیشه. این امو ایمیل که در سیستم سکتا ثبت شده اون امور اینجا باید برسانیم. در بالا شماره تماس نشته میکنیم. شماره تماس نوشته میکنیم. بالا نمبر آخرین برچسب که سنما رو گرفته باشیم او رو نوشته میکنیم. اگه داشته که نباشه او میتونیم که نمبر تذکره یا هر عددی که باشه میتونیم که اینجا نمبر برچسب باشه خوب است که نوشته بکنیم. اکسپت میگیم، این شرایطی که داری کلش اکسپت میگیم، اکسپت ترمز میگیم. در آخری مرحله رجیستر کلیک میکنیم. این شرکت داشته که این رجیستر است. در بالا اون یک پیام سرخ میده که چین already registered. اگه داشته که رجیستر نباشه باز سکسسفول یک پیام میده که این شرکت رجیستر شد. بعد از این باز شما میتونین که به خاطر گرفتن سنامه به خاطر گرفتن یوزر یا در خدمات مالی دهندگان مراجعه کرده یا اگر در ولایت هستین در مصیفیت مراجعه کرده با مدیر صاحبای سیستم، اونا به توسط ایمیل به مرکز شریک میکنن و از طریق مرکز از طریق سیستم به مو ایمیل آدرس هایی که در سیستم سکتا ثبت شده در مو ایمیل آدرس ها برای مالی دهنده محترم ما ارسال میشه یوزر پاسورد و میتونن که استفاده بکنن.